سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخبار امروز پنجشنبه 30 ایون را من طاهری سفر از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم می‌کنم. مقامات رسمی میگویند گزارش‌ها درباره دست داشتن شهروندان تاجیکستان در بمب‌گذاری‌های مرگبار در فرودگاه استانبول واقعیت ندارند. در وزارت امور خارجه روز 30 ایون به رادیو آزادی گفتند مقامات امنیتی ترکیه از ضمن گفتگو با دیپلمات‌های تاجیک در شهر استانبول شرکت دو جوان تاجیک در حمله به فرودگاه آتاتورک را تایید نکردند. از این پیشتر مطبوعات ترکیه نوشت در میان سه بمبگذار مرگ طلب که 42 نفر را در فرودگاه بین المللی استانبول کشتند، ظاهراً 2 نفرشان شهروندان تاجیکستان هستند. از جمله روزنامه ملیت با نشر عکس سه متهم به بمبگذاری ها نوشت از قیافه 2 افراد برمی آید که آنها آسیایی تبار و ظاهراً شهروندان تاجیکستان هستند. در این باره صحبتی داشتم با همکارم میرزانبی خالقزاد که مسئله را در دوشنبه پیگیری کرد. میرزانبی، وزارت امور خارجه چی میگوید برای دقیق کردن گزارشات درباره نقش احتمالی شهروندان تاجیکستان در بمبگذاری‌های استانبول چه کارهای انجام دادند؟ وزارت خارجه تاجیکستان میگوید که نشریه ملیت تکیه به آن دارد که گویا چهره این افرادی که در نوارهای فرودگاه عکس برداری شده‌اند شباهت با ملت تاجیک را دارد که اصلا هیچ اساسی ندارد. صرف نظر از این، وزارت خارجه تاجیکستان و دیگر مقامات رسمی تاجیکستان میگن که تا زمانی که مقامات رسمی ترکیه و مقامات مسئول ترکیه در رابطه با این حادثه نظر و موقع خود را روشن نکنند، اینها منتظر خواهند بود، زیرا یک حادثه خیلی حساس است و تاجیکستان به هیچ صورت باور ندارد که شهروندانش در چنین حادثه دست دارد. در ضمن داستانی کل تاجیکستان نیز عیناً همین دعوای وزارت خارجه تاجیکستان را اظهار داشت و گفت که آنها نیز منتظر هیئت وزارت خارجه تاجیکستان هستند که بعد از ملاقات با نمایندگان نشریه ملیت روشن خواهد شد که تا کجا شهروندان تاجیکستان در این حادثه مرگبار و خرابکار دست دارند. تایر در تاجیکستان که جنگ شهروندی را پشت سر کرده است، هیچگاه حمله مرگ طلبانه صورت نگرفته بود و یا حضور تاجیکان در حمله های تروریستی در خارج دیده نشده است. در این باره چی میگویند؟ دادستانی تاجیکستان و مقامات امور داخلی تاجیکستان و دیگر نهادهای مسئول تاجیکستان میگویند که از بس که تاجیکستان یک جنگ 5 ساله را پس سر کرد و در جریان در روند این حادثه ها تقریبا حادثه ای که مربوط به عمل مرگ طلبانی یک شهروند تاجیکستان باشد به قید نگرفتند و تا کنون همچنین یک حادثه در قلمرو تاجیکستان از جانب شهروند تاجیکستان صورت گرفته باشد به قید نگرفتند. ولی این را هم باید گفت که مقامات تاجیکستان این را پنهان نمی‌دارند که امروز بیش از 1000 نفر جوانان تاجیکستان در کشورهای سوریه و عراق همراه با گروه‌های تروریستی در عمل‌های تروریستی شرکت دارند و با آنها همکاری می‌کنند که از داخل تاجیکستان و از طریق روسیه به سوریه و عراق رفتند. و در این میان 10 نفر جوانانی که پشیمان شدند و از سوریه و عراق برگشتند به تاجیکستان از طرف مقامات دادگاهی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفتند و برخی از آنها مجازات شدند. ولی در رابطه با حادثه فرودگاه ترکیه مقامات تاجیکستان همچنان میگویند که آنها منتظر موقع مقامات رسمی خود ترکیه میباشند. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد از دوشنبه صحبت میکرد و بنا به گزارش‌های تازه نهادهای امنیتی ترکیه در ارتباط با بمبگذاری‌ها در فرودگاه استانبول 13 نفر از جمله 3 خارجی را بازداشت کردند. وکیلان مردمی تاجیکستان با وارد کردن تغییرات به قانون بودجه امساله باج گمرکی برای واردات طلا را پایین بردند. در جلسه مجلس نمایندگان روز 30 ایون وکیلان مردمی گفتند از این بعد برای وارد کردن طلا به تاجیکستان سری هر گرم 18 سامانی یا اندک بیشتر از $2 میپردازند. تا کنون تاجران برای وارد کردن و فروش طلا در عموم سری هر گرم تقریبا $8.5 باج گمرکی و مالیات میدادند. مقامات سبب کاهش باج گمرکی واردات طلا را چنین شرح دادند. با سبب بلند بودن پرداخت‌های دولتی با در نظر داشت خراجات‌های انتقالی از 40 تا 42% ارزش مالی واردگرده در بر میگیرد که به طور قاچاق واردشوی محصولات مذکور زیاد شده ایستاده است. حالت مذکور سبب رشد بازار پنهانی خرید فروش محصولات زرگری شده، عامل‌های کورپسیونی را در جامعه به میان آورده ایستاده است.
وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان همچنین بعد قبول چند قرار و قانون دیگر به کار خود خاتمه دادند و تا ماه سپتامبر به تعطیل می روند. شکور جان ظهوروف رئیس پارلمان گفت در این مدت وکیلان مردمی بیشتر از 200 قانون و سند قبول کردند و مهمترین آنها قانون درباره پیشوای ملت اعلان کردن رئیس جمهور امام علی رحمان بوده است. ماموران پلیس در شهر کابل محلی حمله تروریستی را بستند که در نتیجه آن دهها کورسانت یا دانشجویان دانشگاه نظامی کشته شدند. واسطه انترنشنال پلیس است. حمله انتحاری موتربم سرش صورت گرفته. تلفات داریم، ام شهید ام زخمی، چون دفعتاً واقع است. ما ارقامش که گرفتیم پس خدمتتان میگویم. دو بمبگذاری مرگ طلب از گروه طالبان روز 30 ایون در 20 کیلومتری غربی کابل کاروان ماشین دانشجویان نظامی را هدف گرفتند و 27 نفر را کشتند و 40 تن دیگر را مجروح کردند. اتوبوس دانشجویان از یک تمرینگاه نظامی از ولایت وردک برمیگشت. گروه طالبان با ارسال بیانیه به رسانه‌ها مسئولیت این حمله ها را بر دوش گرفت. در یک صدمه در ناحیه درواز در تاجیکستان 5 کارمند یک مؤسسه خیریه خارجی کشته شدند. مقامات ناحیه روز 30 ایون به رادیو آزادی گفتند در نتیجه بر رودخانه 5 افتادن ماشین کارمندان فوند شویتساریا اوید به برچیدن مینه ها 5 نفر از کارمندان این مؤسسه کشته شدند، 2 تن دیگر جراحت برداشتند. فلاکت در شهرهای خاروق قلعه خوم کولا به وقوع پیوسته است. ماموران نجات 2 قربانی را از رودخانه 5 پیدا کردند. جستجوی 3 نفر دیگر ادامه دارد و 2 قربانی متخصصان برچیدن مینه بودند. فوند شویتساریا اوید به برچیدن مینه ها به تاجیکستان در پاککاری میدان های مینه کاری شده کمک میکند. موضوع چاری و موشزن معروف تاجیک را رهبر اسوسیاسیون المپیچیان تاجیکستان انتخاب کردند. در کمیته ملی المپی امروز به رادیو آزادی گفتند موضوع روز 28 ایون به این مقام تعیین شد. موشزن تاجیک که قهرمان بازی‌های المپی است در مقام رهبر اسوسیاسیون المپیچیان زبونیسا رستمова را عوض کرد. این کمانکش شناخته کشور به گفته مقامات از مقام رئیس اسوسیاسیون به اختیار خودش استعفا داد. و اخبار بیشتر از این در وبسایت آزادی، در صفحه‌های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.